دوش 1 لک روپه. یعنی 50 افغانی بود. 50,000 یکیش بود. 50,000 هم دیگهش. خب بسیار خوب. اینا نه این پول از شما است. خب این من حیث که مشکلات شما رو مدت زمان حل کنه انشالله این پول به شما است انشالله. چی میگی؟ با از ما باورم نمیشه. بگیرین په امانتتان است. نه از شما است انشالله. نمیمانم قبل از اینکه بگیم داخل از این چیز شما دید دست بزنین و چی حدس میزنید چی باشه؟ تو بلندش کنم. شاید یک تخت کیک باشه. کیک؟ خب دیگه چی میتونه باشه؟ میتونه شده کیک باشه خوردنی. اگه بگیم کیک نیست باز چی در ذهنت میگرده؟ شاید با این تفلکات پیران باشه یا دریشی باشه، بلوز باشه. تا داخل از این چیز قندولک چی فکر میگین ده چی است؟ نمیفهمی؟ ایره بگی باستش کسی است ما هم کتش کمک. مقصد هر چیز بود نیم است. صحیح است؟ وای ماشاءالله داخل از این چی خوب یک دانه کارتن توفه برآمده. چی است داخلش توفه؟ کارتن. داخلش کارتن توفه است. بکش. سکی بچه‌ک چطور سعید؟ این سک ایران مانده که یه چی رقم گفت است ده کارتن. ای جور شد آلی را باز کردیم. وای بگی الان توفی تا بگی ماشاءالله چون یک توفه بر آمده برش دیگه کارتن. حالا ایخو کار خوب نیست نه؟ فرشته؟ اینیش دیگه حتما چیز توفه است. چی فکر میکنی؟ ها؟ هنه؟ خواهی رو بی که ما برد بازش کنم. نه چی رقم؟ بگی دیگه نشد برو تا داخل از یام دیگه کارتن. یه رقم کنم چی از داخلش ها؟ فرشته؟ اوه ماشاءالله چقدر پیسه بود. بده دیگه شما ماز کنم یه بگید تا وقت پیسه بود بعد از این همه کارتن ها. این پیسه رو اینا رو بده با مادر جانت خودت یکش خودت حساب کن. خیلی بگی آجی صاحب حساب کردیشه دیگه شما بتین برش بگی آجی صاحب. نود هفت 98 99 100. اینه 2 تا 100 چند میشه؟ 200 تا 500 چند میشه؟ این دوش 1 لک روپه. یعنی 50 افغانی بود. 50,000 یکیش بود. 50,000 هم دیگهش. خب بسیار خوب. اینا نه این پول از شما است. خب این من حیث که مشکلات شما رو مدت زمان حل کنه انشالله این پول به شما است. چی میگی؟ با از ما باورم نمیشه. بگیرین په امانتتان است. نه از شما است انشالله. بخیر استفاده کنیم. یک دنیا از شما سپاسگزار و تشکری میکنم.
دیگه در مقابل هر قدمتون خدا براتون عوض بده. زنده باشین قاری صاحب. انشالله بتون با واسطه از این مشکلاتون تا دیر زمان حل کنین و موفق باشین انشالله. از جناب قاری صاحب میخوایم که تلاوت کنه. قبل از او 10,000 افغانی را ما به این بچگک میتم که طبعا اینا به مادر خود میته به خاطر مصارفشان است و مطابقشان به این دخترک قندولک. می خوش شدی؟ ها؟ چقدر خوش شدی؟ زیاد شدی؟ ایشابه تو هم خوش شدی؟ ها؟ با خوراک دیگه تا نمیتین با فرشته؟ آلو را نصف که با فرشته باش که من برش باز کنم. خودت بگو چه قشمیتی؟ ماشاءالله چقدر سخاوتمند است. بگی فرشته جان ایشابه خودت داده. آفرین. روزگار زندگی دیگه از جمله شکایت خدا جل جلاله حساب نکنه، با مشکلات با بسیار تلخی پیش میره دیگه. روح نارام، قلب نارام دیگه، با بسیار مشکلات به سر ما تیر میشه دیگه. مشکلات زیاد است. و چشمایتون کلا نمیبینید؟ چشمای ما 100% از بین رفتگی است دیگه. روزگار ما زیاد دیگه تلخ است، چیزی نداریم. نیلوفر جان پدرت یادت میاد؟ نگفتیم یاد. خب یا خبر نه یاره نگفتیم نه، خاطر که سر روح روانشان گفتم تاثیر نکنه به یا نگفتیم. دسترسی ما با خوردن غذا، دوا این چیزا دسترسی نداریم، فقط ما بخور و نمیر است. یک بچه دارم، 2 دختر. یک بچه و 2 دختر. و فکر می بچه که مشکل داره؟ بچه‌م تکلیف قلبی داره، قلبش 2 جایگاره. به خاطر تداوی اقدام نکردین هنوز به شفاخانه؟ بود دیگه میکردیم تداوی شد دیگه. پدرش که شهید شده نکردیم.